باور کنین یک بیت در همون کسیت صدا میداد. خوب بدبخت بود است همون حافظ. کدام بدبختی روسیایی بود است چنان یک گپ‌های بی شرمی بی حیانه در داخل همین ثبتش وجود دارد. باز تمام آن کسانی که در اطراف همون حافظ جمع شدگی است، همه اونها با تمام آواز با دستگیری کردیستند. باور که نوای ما تلفظ کرده نمیتونم. بی نهایت گپی قبیح. انا همین گونه کسیته ها در خانه ما و شما صدا میدهد. این صورت های یهودی هایی که هر روز شکار مسلمان میکنند که بالای خانه ما و شما قرار دارند، اینهاش کفایت نکرده بود که باز این صداهای خیلی ناخوبه در خاندان ما و شما صدا میدهند. خانه مسلمان، خانه آدم مسلمان باید که چی داشته باشد؟